بانوی نخبه ایرانی محصولات جدید شرکت اپل یعنی آیفون 15 را معرفی کرد. توی این ویدیو با ما همراه باشید چون قرار کمی در مورد مهندس مریم عظیمی هاشمی، کسی که این محصولات رو معرفی کرد، حرف بزنیم و بعدش میخوایم در مورد محصولات جدید آیفون یعنی آیفون 15 حرف بزنیم. مهندس مریم عظیمی هاشمی 28 سال سن دارد و اهل مشهد میباشد. او مدرک مهندسی کامپیوتر را از دانشگاه فردوسی در سال 1388 دریافت کرده و مدرک دکترای خود را در سال 2014 از دانشگاه کلمبیا گرفته است و حالا به عنوان مدیر فروش شرکت اپل فعالیت دارد که یکی از افتخارات ایران محسوب می شود. اپل سرانجام پس از مدت‌ها شایعه و گزارش آیفون‌های جدیدش را رونمایی کرد که معرفی آیفون 15 بر عهده مریم عظیمی هاشمی مدیر فروش شرکت اپل که یک بانوی ایرانی است بوده. سری جدید آیفون تغییرات چشمگیری داشته و می توان گفت آیفون 15 یکی از بزرگترین ارتقاهای خانواده آیفون است و چیزهای جذاب زیادی برای هیجان زده شدن داره. پس با ما همراه باشید تا با هم دیگه ببینیم. آیفون 15 در 4 مدل آیفون 15، آیفون 15 پلاس، آیفون 15 پرو و آیفون 15 پرو مکس معرفی شده. همه اونها با یک قیمت شروع میشن و فضای ذخیره سازی یکسانی دارن به جز آیفون 15 پرو مکس که با قیمت $1200 گرونتر شروع میشه و پایه فضای ذخیره سازی 256 گیگابایت داره. از بین این 4 نوع 2 آیفون جمع و جور با صفحه نمایش 6.1 اینچی یعنی آیفون 15 و آیفون 15 پرو و 2 آیفون بزرگتر با اندازه 6.7 اینچی یعنی آیفون 15 پلاس و آیفون 15 پرو مکس عرضه شده. آیفون 15 پرو و آیفون 15 پرو مکس به جای فولاد ضد زنگ از تیتانیوم استفاده می‌کنند که باعث کاهش وزن میشه. باتری آیفون های 15 بهبود بخشیده شده. دارای دوربین با دامن زوم بیشتر فقط در مدل آیفون 15 پرو مکس است و در مدل های معمولی آیفون 15 دارای دوربین اصلی ارتقا یافته با سنسور 48 مگاپیکسلی هستند. پیش سفارش آیفون 15 از جمعه 15 سپتامبر آغاز میشه و جمعه آینده یعنی 22 سپتامبر برای خرید در فروشگاه در دسترس است. قیمت تمامی مدل های آیفون مثل قبل است به جز آیفون 15 پرو مکس. مدل های آیفون 15 و آیفون 15 پلاس 2 دوربین دارند در حالی که مدل های پرو و پرو مکس 3 دوربین دارند. فضای ذخیره سازی آیفون 15 و آیفون 15 پلاس 128 256 و 512 است و ظرفیت ذخیره سازی آیفون 15 پرو 128 256 512 و 1 ترا است. ظرفیت ذخیره سازی آیفون 15 پرو مکس همون جور که گفتم از 256 512 و 1 ترا است. یعنی ظرفیت ذخیره سازی آیفون 15 پرو مکس از 256 شروع میشه و 128 نداره. برای گوشی های آیفون 15 نمیتونید قاب چرمی بخرید و شرکت اپل تولید قاب چرمی رو متوقف میکنه و از یک ماده‌ای که سازگار با محیط زیست باشه استفاده میکنه تا برای قاب آیفون 15 از چرم استفاده نشه و میگه نیازی به مرگ حیوانات نیست. شرکت های دیگه ممکنه که قاب چرمی تولید بکنن اما شرکت اپل این کار رو نخواهد کرد. آیفون 15 در رنگ های جدید مشکی، آبی، سبز، زرد و صورتی وجود داره که اینها رنگ های آیفون 15 و آیفون 15 پلاس هستند و رنگ های جدید تیتانیوم طبیعی یعنی همون خاکستری روشن‌تر، تیتانیوم آبی، تیتانیوم سفید، تیتانیوم سیاه برای آیفون 15 پرو و آیفون 15 پرو مکس هستن. اینم مشخصاتش بود که خیلی راحت، واضح و کوتاه بهتون گفتم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حالا که تا اینجا اومدید یه کامنت هم برای من بذارید. ممنون که تا اینجا اومدید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم.